و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنها از دریافت کردن شب قدر محروم نیستند. این بیماری است که پیامبر خیلی که میگویند که این هذا امر کتب الله علی بنات آدم. این بیماری ماهانه برای دخترهای آدم علیه السلام، یعنی برای زنها، الله مقدر کرده است. اگر در دهی آخری ماه رمضان آنها بیماری ماهانه می شوند، آنها از رحمت الله ناامید نباشند، به ذکر و دعا و این چیزها مشغول شوند، به صدقه دادن به همسایه و دیگر نیکی ها رو بکنند و از الله طلب بکنند که الله برخوردار گرداند. عایشه مادرمان گفتند اگر شب قدر رو من اگر دریافت کنم چی بگویم؟ بگو، پیامبر گفتند که بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بار الها تو بخشنده هستی، پس مرا مورد بخشش قرار بده. دوست می‌داری بخشش را، پس مرا مورد بخشش قرار بده. این به بیمار بودن نبودن دخل ندارد. زنها از رحمت الله ناامید نباشید.